حالا فرقش با دیگر لودادها چیه؟ اینه که با تغییر سیزن اصلا لازم نیست تغییر زد اتچمنت گان هاتون انجام بدید. تو هم جز اون دسته آدمایی هستی که فکر میکنی رنگ اپ کردن مولتی دیگه محاله، پس این ویدیو مخصوص خودت. هممون میدونیم دیگه داشتن یه گان خوب داخل مولتی که تو هر مپی جواب باشه عملا وینمون رو تضمین میکنه. ولی خب 90% مولتی پلیرها با لودادشون مشکل شخصی دارن و اما اینجا این که داخل یک چالش 10 پارته بهترین لودات ممکن رو بهتون معرفی کنم. حالا فرقش با دیگر لودات‌ها چیه؟ اینه که با تغییر سیزن اصلا لازم نیست تغییر زد اتچمنت گان هاتون انجام بدید. این گان های اصلی بازی هم با تغییر سیزن تغییر چندانی در سرعت، دقت و قدرت تیر گان ها مشاهده نمی‌کنه. پس چنل رو ساب کن، ویدیو لایک کن تا بریم سراغ معرفی لودات شماره 20. رایگان میریم سراغ گانی که هم رنج دور لیزر کنه هم رنج نزدیک کنه، لگد پایینی داشته باشه و هیپایر خدا. اون گان چیه؟ AK-117 مشهورترین رایفل بین مولتی پلیرها. برای اتچمنت اول بریم سراغ خشاب، چون ریلود کردن وسط فایت عملا مرگه. برای خشاب 40 ران اکسچنجد میج رو انتخاب میکنم. برای اتچمنت دوم میریم سراغ ماجه، مونولیتیک سوپر سر رو انتخاب میکنیم تا سرعت و دقت گان رو بالا ببر و لگدش رو پایین بیار. اتچمنت سوم برله. برای برل میریم سراغ OWC مارکسمن که باعث میشه سرعت تیر به شدت افزایش پیدا کنه و لگد گان پایین بیاد. داخل مولتی یکی از بخشای مهم اتچمنت لیزره که تو هیپایر خیلی کمک میکنه. برای لیزر میریم سراغ MIP لیزر 5MW. اتچمنت شماره 5 آندر بلره که ما اینجا رنجر فور گریپ رو انتخاب میکنیم که لگد گان رو به شدت پایین بیاره. این نایف باید بریم سراغ یه نایف کوچیک، چون اینکه AK-117 یه گان سنگینیه و برای تعویضمون با نایف باید زمان کمی رو صرف کنیم. من خودم برای نایف کارامبیت رو انتخاب کردم که با یک سویچ زیبا و سریع بتونم راحت انمی رو لیزر کنم. بخش سوم لودات یا مهمترین بخش که هیچ یوتیوبری بهتون نمیگه ویل کورد. برای ویل کورد شما باید تاکتیکال شیفت رو بردارید که باعث میشه از یک دسته نید بتونید 2 تا نید انتخاب کنید. حالا اون نیدا چیه؟ یک تریپ سنسور که باعث میشه انمی اگه بخواد از بک بهتون حمله کنه سرعتش پایین بیاد و جاش لو بره. و نید شماره 2 استیم شاته که عملا گرهتون 2 برابره انمی میشه و تو فایت هایی که با بیش از یه نفر در این فایت میگین خیلی راحت تر میتونین زنده بیرون بیاید. بخش سوم لودات پرکا که هیچ مولتی پلیری بهش دقت نمیکنه ولی مهمترین بخش. پرک شماره 1 تکشینه که باعث میشه تعداد نیداتون 2 برابر بشه. پرک شماره 2 کویک فیکسه که تو مولتی به شدت کاربردیه که باعث شه بعد از کشتن انمی مقداری از وستتون پر بشه و عملا مفتر نشه. پرک شماره 3 هیت سیلنسه که باعث میشه صدا پای شما برای انمی قطع بشه و عملا ندونه شما کجاست. اینم از بخش آخر لودات یعنی کلاس ها. برای رنک مچ فقط یک کلاس به در رنکش می‌خوره و اونم UAV که باعث میشه شما جای انمی رو روی نقشه بفهمید. مرسی که در ما بودید. حمایت فراموش نشه تا پارت‌های بعدی از این ویدیو